این پرنده رو دیدم یه گوشه بر روی زمین افتاده بود. ابتدا فکر کردم گنجشکه، بعد فکر کردم پرستوه و در نهایت متوجه شدم که نه، اسمش بادخورکه. این پرنده یکی از شگفت‌انگیزترین پرندگانی است که در جهان وجود داره و من تنها برای بار دومه که در طول عمرم موفق شدم چنین پرنده‌ای رو مشاهده بکنم. این پرنده هنگام بازی سرعتش تا 200 کیلومتر بر ساعت هم میرسه و در حالت معمول ماکسیموم سرعتش چیزی بیش از 110 کیلومتر در ساعته. یعنی اگر این یک وسیله نقلیه باشه و در اتوبان‌های تهران حتما جریمه میشه. این پرنده هیچ وقت نمیشینه کنار آب یا اینکه کنار ظرف آب یا رودخانه و بخواد آب بنوشه، بلکه در حین پرواز، هنگام که داره پرواز میکنه، از ذرات بسیار بسیار ریز آبی که در فضا وجود داره آب مینوشه. این پرنده میلیون ها کیلومتر رو در طول عمرش پرواز میکنه و هیچ پرنده‌ای در جهان به اندازه این پرنده کوچک نمیتونه این همه پرواز بکنه. برخی از پژوهشگران گفتن که این پرنده کوچک حتی گاهی به مدت 10 ماه میتونه که تنها و تنها پرواز بکنه و در حین پرواز هم آب مینوشه و هم از حشرات کوچکی که در آسمان هست تغذیه میکنه بدون که بخواد استراحت بکنه، که اینگونه تا زمان که بر روی دست منه هرگز پرواز نمیکنه، چون که اصلا قادر نیست بخواد بال بزنه و از روی زمین بخواد بر روی آسمان پرواز کنه. به نظر شما بهترین راه آزاد کردن این پرنده به چه شکلی است و در این مدت تغذیه‌اش رو من باید چگونه انجام بدم؟